برای چوپان نماز جمعه را چی طور خواندن ممکن است؟ اگر شخصی که چوپان باشد، مثلا در ادیرهاست، یعنی هیچ علاج آمدن به سوی نماز جمعه ندارد، نماز جمعه خلیفه دارد، میتواند پیشی نمیخواند. لیکن اگر شرایط دارد که مثال آمدن نماز جمعه را میخواند، بر همان گله و بر همان مثال مالی که دارد هیچ ضرر زیان نمیشود، در این صورت در گردن اونم چه است؟ شرط است که آمدن نماز جمعه را بخواند. اینجا یک شعرم نویساندن حضرت، انشاءالله این شعر جمعه دیگر تحلیل میکنیم، زیرا که بسیار یک پندنامه خیلی کلانی هست. وقتی ما کمتر است، این سوال هایی که قریب 2 جمعه چی جوابش نگفتیم اینها را میگیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حکم سردار واجب است؟ حکم سردار البته واجب است. خدا در قرآن میگه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. شما خدای خودتان اطاعت کنین، شما پیغمبری خودتان اطاعت کنین و هر کسی که پیشوای شما هست، خواه داملای شماست، خواه وکیل شماست، خواه پادشاه شماست، خواه رئیسی شماست، شما اطاعتی او را البته انجام بدین. اطاعت گفته چی را میگن؟ لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق. پیغمبر خدا میگه مخلوق شما در حالت اطاعت کنین که اگر شما گناهگار در نزد خالق نشوید. یعنی اگر سردار شما را به کار امر کند که راضیگی خدا و پیغمبری خدا نباشد، در اون صورت شما سردار را اطاعت نکنید. اگرچه پدر و مادر شما باشد، اگر پدر و مادر شما، پادشاه شما، رئیس شما، دامالای شما، وکیل شما را بگد که بچم نماز نخوان، بچم روزه نگی، نماز جماعت نرو، اینا کارهای هستن که خدا امر کرده است. ما میگیم پدر هستی، برادر هستی، کسی هستی نیستی، من سخن تو را گوش نمیکنم، در حالتی که در نزد خدای خود چکار نکنم، گناهگار میشوم. سرداری من در این صورت خدا یکا و یگانه است. در این صورت اون سردار من نیست دیگر. لیکن در کارهای دنیویی که وابسته به انجام دادن است، در اون کارها ما و شما را امر کند، البته به البته چکار میکنیم؟ اطاعت میکنیم. السلام علیکم واعظ شیرین سخن اکای حاجی میرزا جان. الها زبان شما از این دیده براتر گردد و هرگز تنتان دردان نبیند. از شما خواهش میکنم که به یک چند سوالهای من جواب درست گردانید اگر فرصت باشد، وگرنه باکی نیست. تراشیدن ریش و موی لب را دین اسلام چه حکم میکند؟ اگر ریش انسان میتراشد یا موی لب میتراشد، اسلام نسبت انسانهایی که ریش تراش هستند یا اینکه موی لب میتراشند چی میگوید؟ در نزد من کتابهای شیخهای عرب و مولویهای زاهدان هست. یکی از آنها اسئله المهمه و دیگرش حکم ریش در اسلام به نام کتابی هست. من در این کتابا نظر کردم، یک چند چیزها از اینها گرفتم به شما میرسانم. رسول اکرم گفته است قص الشوارب وعف اللحیه خالف المشرکین و المجوس. در همین حدیث شیخهای عرب میگویند که 2 صیغه امر استفاده شده از پیغمبر، قص الشوارب وعف اللحیه. پیغمبر خدا امر میکند بروتهای خودتان کلته کنین، یعنی به مجرد کلته کنین که در ناله های شما بروتهای شما نرسد، بروتهاتان کلته کنین، امر هست از پیغمبر. وعف اللحیه و ریشهای خودتان بگذارید. اگر شما بروتهای خودتان کلته نکنین و اگر ریش نگذارین، شما چی هستین؟ مشرک و مجوس هستین. این شیخهای عرب در کتاب اسئله المهمه که چندین مسئله حل می شود این چنین تفسیر کردند. یعنی شما ریش هاتان نتراشین، زیرا که وقتی ریش تراشیدین شما کردار شما، عمل شما تشبیه به مجوس و به مشرکین می شود. از این خاطر پیغمبر چی میگه؟ من تشبه بقوم فهو منهم. کسی که اگر خودش را، صورت خودش را، لباس خودش را اگر با کدام قومی که تشبیه میدهد از روی محبت، این هم از همون قوم به حساب میرود. خب
و همین شیخ‌های عرب میگویند که و ایضا تغییر لخلق الله، حتی همین ریش تراشیدن هم مثل چگونه ای که زن ابروش میچیند که تغییرات در حسن خدا میدارد، ریش تراشی هم حکمی امیر دارد. شما در حسن خدا دادگی چی میدارین؟ تغییرات میدارین. این از همین کتاب هایی که نام بردم، از همین ها البته گرفته شده است. از این خاطر و ما یطیع الرسول فقط اطاع الله، کسی که اگر پیغمبری خدا را اطاعت میکند همچنان است که خدا را اطاعت کرده است. این خدا چی میگه؟ و ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. همین پیغمبر شما، یعنی همین محمد صلی الله علیه و سلم، چیزی که برای شما آورد شما او را بگیرید و از چیزی که همین محمد شما را منع کرد شما از او باز ایستید. امروز رسول اکرم امر میکند که ریش بگذارید، برودها را کلته کنید. کسی میگذارد سنت پیغمبر خدا را به جا میارد، کسی نمیگذارد این وعید و این حدیثایی که خواندیم در اون چی است؟ مبتلا هست. و ریش، این ریش ما الحال ریش نیست، ریش از یک مشت کم نباشد، یعنی ریش سنتی به منزله یک مشت باشد، انا اون حکم ریش به جا می آید. این ریش هایی که مثال کلته ما و شما میمانیم از بیریش ده بهتر است، از بیریش ده بهتر است، لیکن حکم ریش ندارد. انشاءالله میمانیم. از بعضی همین امتهای پیغمبر خدا میترسیم. با بعضی ملاهای هستن که قصیده میخوایند، آیا این درست است از نگاه شما؟ البته قصیده خواندن هیچ باکی ندارد. دعا خواندن در اسلام هست، وجود دارد. این به حدیث های پیغمبر خدا هست. رسول الله آیت قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس میخواندند و بالای مردم شوف میکردند. از این خاطر خواندن دعاها بالای کدام بیماری نباشد هیچ باکی ندارد، گناهکار نمیشد انسان. بیماری که اگر در تن خود کتاب قرآن یا اینکه تومار را درگذارد سود میبخشد یا نه؟ با احترام یک نفر مخلصی اشهدی شما، اگر شخصی که در بدن خود تومار میگیرد، امروز عقیده اهل سنت همین است که توماری که اگر در او آیت قرآن باشد جایز است، لیکن اگر توماری باشد که در او مثال هست نقشه هست، نقشه از عددا می نویسند، این قطعیاً جایز نیست بلکه شرک است. همون کسی که تومار می نویسد آیت قرآن بنویسد و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، همین آیت اگر در همون نسخه های تومار می نویسند و کسی را که برای شفا می دهند این جایز است، لیکن همون انسان عقیده نکند که من از همین تومار فایده دیدم. امروز اکثر شیخ‌ها ضد تومار هستند، زیرا مردم ما و شما عقیده میکنند که همین تومار از روزی که گرفتم همین کسل از وجود من دور شد. ببین این خود عقیده غلط است. مثل که بعضی گمراه‌ها پیش مزار میروند و بعد یکی خدای مثال در تقدیر او کشیده است و فرزندش میتاد میگد که همین مزار در رفتم صاحب فرزند شدم، این هم مثل همون دارد. شما در نزد خدا در این صورت گناهکار میشید اگر بتوانید ترکش کنید. لیکن اگر بسیار دلتون قبول نکرد پیش یک داملا برین یک آیت قرآن بنویسن بر شما بتن، اینش باکی ندارد. السلام علیکم داملای عزیز، با همین سوال من جواب دهید. تای پا را صابون کردن درست است یا نه؟ یعنی یک عقیده بوده است که اگر آدمی که همین زیر پاش اگر صابون میکرده است گویا که جنت برای او داخل شدن منع بوده است. حالان که شما برادرای عزیز امروز همین دستور اسلامی که الدین و نظافه، دین اسلام دین پاکیزه است، دین اسلام ما و شما فقط پاکیزگی را طلب میکند. پیغمبر خدا از دنیا چی را دوست داشتند؟ از سه چیزی که دوست داشتند، یک تاش بوی خوب بود، پاکیزگی، بوی خوب، تازه گشتن، حلال گشتن. این دستور اسلام است که امروز تمام مردم غرب این قبول کردن گرفتن. ما و شما چیکار میکنیم؟ ما و شما با همون لباسهای چرکین و با همون بدنهای بدبوی خودمان حرکت کرده میگردیم. باز فتوا را آوردیم در روز جمعه یا در روز چهارشنبه خفاها و صابوناوا نکنیم، هر روز بشوییم، هر روز بدنهاتون شسته کنید.
در وجود شما از بوی چیزی باقی نماند. زیرا رسول اکرم گفته است هر وقتایی که از بوی بدن شما کدام برادر شما اگر آزار یافت، هر آینه ملائکه ها هم از بوی بد آزار مییابند. ملائکه ها در وجود شما قرار نمیگیرند. تای پات میشوی، بین پات میشوی، کجای را میشوی؟ صابون البته جایز است، هیچ باکی ندارد و روز هم ندارد. حتی روز جمعه حدیث ابوبکر صدیق، کسی که روز جمعه با بدن شسته می آید گناههای او را خدا مغفرت میکند. السلام علیکم داملای عزیز، با همین سوال من جواب میگفتید. میگویند که کلاسک را بکشی، آبازی نکنی، حرامی. آیا درست است یا نه؟ با کشتن کلاسک انسان غسل جنابت واجب نمی شود. هست در اصل همین عقیده ها در مردم ما پیدا هست. غسل جنابت در صورت در گردن ما و شما واجب می شود که اگر آب از وجود ما و شما با دفع شهوت خارج شود، یعنی از روی شهوت خارج شود. حتی همین آبی که از وجود ما و شما، یعنی آب منی میگیم، همون اگر جدا شود از حساب باربرداری باشد یا از یک بلندی به زمین بپری، مثال در زمین بزنی که آبت از وجود جدا شد، در این حالت با غسل واجب نمی شود. غسل جنابت در حالت واجب می شود که همین از روی شهوت باشد، از روی هوس باشد، از روی رسیدن بازن باشد. انا این صورت در غسل جنابت در گردن ما و شما واجب می شود. با کشتن کیلاسک و با کشتن دیگر جانورها در گردن ما و شما غسل جنابت واجب نمی شود. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم داملای شیرین سخن. التماس با همین سوال من جواب میگردوندید. یک برادر اهل اسلام که 5 وقت نماز را در مسجد میخواند میگوید که با زن نکاحی خود همخوابه کردن از عقیب در جایی که فرزند تولد میشود ممکن است. بله، جایز است. اگر برادرها یک مسئله هست، شما فراموش نکنین خدای شما در سوره نساء چی میگه؟ نساؤکم حرث لکم. زنهای شما کیشزار شما هستند. در دوام آیت خدا چی میگوید؟ بیایید بر همین کیشزاری خود از هر جانبی که میخواهید، جانبی که در او جانب چی باشد؟ فایده باشد، حاصل باشد. اگر در زن حلالی خودم از قفا هم که اگر هم خوابه کنی در جایی که فرزند تولد میشود جایز است. این صاحب تفسیر ابن کثیر هم میگه، این تمام فتواهای ما و شما میگه. لکن از قفا در جایی که فرزند نه، در جایی که مثال نجاست خارج می شود، اگر انسان اونجا اگر کاردار می شود، اینجا لعنت خدا بر او انسان است. این انسان لواطه است، این لواطه می شود، این بچه بازی می شود. در اینجا لعنت خدا در حق او است. حتی امام اعظم گفتن کسی که اگر در قفا می رسد حکمش در مذهب ما و شما چی است؟ از یک بلندی که دیگر پایان او را دیده نمی شود از همونجا حوالش کنید، یا این که او را زنده به زنده آتش بزنید. حتی صاحب مذهب ما و شما امام اعظم چی میگه؟ اگر شخصی که میبینیم به حیوان میرسد همون انسان هم این جزا را بده. از این خاطر با زن حلالی خود در جایی که فرزند تولد میشود باکی ندارد. داملای عزیز درباره حضرت زکریا نقل میکردید، با احترام مخلصان شما انشاءالله خیلی ساعتاش بیاید، خدا خواسته باشد اینا را به سمع شما میرسانیم. السلام علیکم داملای عزیز اکای حاجی میرزا مراد. من 2 دخترچه دارم، آرزوی پسر را دارم. میخواهم به من یک دعا در روز مبارک دهید که من صاحب پسر و مثل خودتان علمدان شود. برادر عزتمند دعا میکنیم که پروردگار اگرچه دخترم نعمت خداست، بچه هم نعمت خداست، مادامی که این بنده آرزو کرده از خدای ناامیدش نگردانی، فرزندهای نرینه نصیب و روزیش بگردانی و همه این فرزندها را پروردگار را به راه راست هدایت بفرمایی. آمین یا رب العالمین. مشو غمگین اگر دختر بزادی، شاعر میگه مشو غمگین اگر دختر بزادی، که در دختر بود پیوسته شادی. بسا دختر که صاحب تاج گردد، و پیشش 100 پسر محتاج گردد.
ما و شما غمگین نشیم. بسیاری بچه‌هایی هست که امروز از زاییدن زنهاشون دختر باور که یک گمراه دیگر قدیما رو پرو شدم زنش طلاق داده است برای که تو دختر زاییدی. این کس اون اولا عیبی اون نیست، او عیبی اون نیست. تو با قدرت خدای خود مسخره بازی میکنی یا مقابل میبرایی. و دختر زاییدن شما خرسند شید، این نعمت خدا هست. در دختر شاعر میگه پیوسته شادی است. خدا بدهد اگر یک داماد خوب از بعض بچه افلاس، همون داماد خوب اگر خدا نصیب کند اونم بهتر است. السلام علیکم داملای شیرین سخن. خواهش میکنم با همین سوال من جواب گردونید. اللهم صل علی محمد و انزل المنزل مقربی عند یوم القیامتی. خواهش میکنم تحلیل همین رو میفهمونید. ای باری خدایا بر محمد خود درود و رحمت بفرست و نازل بگردان ما را در منزلی که در منزل قریبترین که در روز قیامت باشد و سوی تو. یعنی خدایا اولا درود و رحمتی تو در حق محمد صلی الله علیه و سلم و در روز قیامت مرا در یک منزل جای بکن که قریب تو باشد. این همچنان معنا دارد. السلام علیکم داملای شیرین سخن. التماس که از وفات خوجه خیزر کم ترک بر ما نقل میکردی. خیلی اینا موضوعی هستن که وقتگیر هستن. انشاءالله درباره خوجه خیزرم یعنی وفاتش گپ میزنیم. با اکثر عقیده مفسرای قرآن خوجه خیزر از دنیا گذشتگی هست. حدیث پیغمبر خدا دلیل می شود اگر خوجه خیزر زنده می شد هر آینه رسول اکرم زیارت می کرد. لیکن مادام رسول الله گفتن که بر من زیارت نکرده است، از اینجا معلوم می شود که همین خیزرم از دنیا گذشته است. خیزر در اصل وجود داشت. این قصهش در قرآن میگذرد با همراه حضرت موسی اون سه مسئله را که حل کرده بودند. ای خدا خواسته باشد ان شاء الله جوابش میگیم بعد. السلام علیکم داملای محترم. از شما خواهش میکنم که همین سوال را پورا بر ما فهمونید. شخصی که بنیه کند و آمده نمازش را خواند نمازش قبول است یا نه؟ یعنی یک آدم آبازی میکند در حمام یا در خانه، ما و شما آبازی میکنیم و یعنی در دوامش طهارت نمیکنیم، همون خودش طهارت است. همون وقتی ما و شما آبازی که کردیم مقصد طهارت هم چی است؟ پاک کردن است. در حالت با غسل این با بهترین وجه طاهر می شود. از این خاطر میتونیم با یک آوازی ما و شما آمده چیکار کنیم؟ نمازمون هم خواندن بگیریم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پروردگارا ثواب و ثمره این موعظه های کرده شده را در نامه اعمال همه ما و شما خداوند کتابت بفرماید و خدای مهربان ما و شما را بنده اساسی بسازد و امت اساسی پیغمبر خدا بسازد. هر مراد و مطلوب و مقصودهای نیکی که در دل شماست خدایا با فضل کرم خودش برآورده خیر بسازد. برادرهای در اینجا مخلص از ما امیدی دعا کردن، از آن جمله برادر عمرم مقصومی عمر علی بچه رحمتی بابای ضیاءالدینم، خدا کشایش کارش نصیب کند. جمعی مشکلات هایی که دارد خدا مشکلات هاش از بالای سرش برداشته بگرداند. و تمام برادرانی که خدمتگار این مسجد هستند و خدمتگار اسلام هستند خدای عمر دراز و تنی صحت همگیش نصیب و روزی بگردانی. و صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی آله و اصحاب اجمعین. خیر احسان هایی که شده است خدای دستگیر قیامت و یک فضل و شرف دنیوی این برادرها بگردانی. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین. السلام علیکم و رحمت الله. ان شاء الله جمعه دیگر در باب دنیا و مظلمت دنیا به شما حکایت میکنیم که آیا دنیا چی هست و آیا دنیا به انسان وفا میکند یا نمیکند. آیا کسانی که امروز پیرو دنیا شدند و دنباله دنیا را بسیار مستحکم قپیدن، آیا این چی منفعت دارد، چی فایده دارد؟ انشاءالله با شما حکایت میکنیم. خدا همه شما را در پناه رحمتش نگه دارد. آمین و رب العالمین.